همین عباس هم دیر کردیمتون به کجا بره؟ کمی خیالات بچین، یعنی نماسون سال شد دیگه ما کی خیال بچینی؟ به کجا بره به خوب گشتگر؟ حیرون میمونی به خدا بزی بچه ها. یک پوله یک ذره اینا به فکر زندگی خود کشت خود کار کنی. جگر ما بکن زحمت کشیدیم این سبای خیالا برادر خرید مفتکر ما چه کار کنم؟ سلام علیکم ماما شاگرد. و علیکم. دیگه پای خیریت بخیری؟ استن نورولا جان. شکر زنده باشیم. دیگه پای ماما تو هستیم بخیریم خیلی. به خدا همین اعصاب ما خرابه نورولا. یار خدایی ماما شاگرد امسال همین از زحمت کشیدیم همین خیالم نامه خدا داره. این پر زمین شما و تو ما اصلا گمان نمیکنم که در خیال کنی. ماما شاگرد سر شما به درد نمیارم. کجا عباس بچه شما؟ عباس به سراب مزیوجی بیامدم گفتم بیا کمی خیالان نمازدگار بچینی. الان تا محال من معطلم به می هفته و معلوم نیه کی به کجا بره. ماما شاگرد برای یک نیم ساعت بیامدم برای آدم سکل شما. به کار ضروری به من پیش شده گفتم باشه پیش شما بیایم با بچه شما بگم شاید نه عدالی بیامدم پیش شما اومدم. اگر همین سکل خور بدیم داری نیم ساعتی میبرم و پس میارم. قام نیم ساعت نیه نورالله، قام نیه که تو بری کار ضروری داری کار خود بچونی. قام نیه برو عباس به سرای شاید به تهرا به جلوی تو بیای بگو پیاتو گفتم سکل بده به من. من میرم شما ما زنگ به خونه بزنیم بگیم باشه سایکو بیاری که کار ما با همون سکل بنده. من برای نیم ساعت بیشتر به کار ندارم میرم زودی پس میام. خدا حافظ. خوش آمدی. بگو پیاتو به سرا و زودی برو سکل بست از زودی ریکو که بیای. خوبه. لاشننگرد کمیستور ماتراوله تازه تازه گلوند دی سلور ماتراوله لاشننگرد کمیستور ماتراوله تازه تازه گلوند دی سلور ماتراوله یار میں ہندوز مسلمانیوں یار میں ہندوز مسلمانیوں بیار دا پارا درم سار جارو کمو الچینی بله بخی بیا بخی بده درس رکی آقا اگه گذار بدونی بگو با اخفر ما خود مرگوش بگین جو بسر شد Kine de çin. Baba. Recişteni. Yürü Şeyh Hayat. Şteni namaz kıle. Şükür zinde ve Şükür Hayat. Yarasti. Ştena madar tu khale mehina. خوبه شکر سلام میرسیم. Madar tu kum bila. شکر. Khale mein ştena. Khoba. Şiga paya. خیلی چی گلی جو. نورلا بکشه. Yürülo. Yürülo bulara ma bukula dilo. هم سکیل من ناورده. سکیل من گفتم ناور. Yürülo khode zam ko dilo bala buku. تو نشه پیله. بیا خودی پیش خودی. Şöyle. کوچه کار میکنه بیا دیگه سکیل تو نیم ساعت به کار بدن دست تو شاید با دیشه نمونه تو شاید با خونه برده باشه. با کار داشته باشه. بیا مرادی. بگو با خونه رفته رو. بابا جان کارمو خسول اینا چه کاری نه تو زن بررسی خبر کردم ایران گفتن که بریم باز مدار گفتن که این نبوده که هفته و سرخ به بیاونه به کوه دشت یک دم سکیل پنچر میشه خراب میشه دیگه میشه دل خلاص میکنه این بچه نادن بجو هفته و سرخ 3.5 ساعت که یک سره به می سکیل که نری رزدی 3.5 ساعت رایه این گفتن من درسته؟ یعنی که در راست بگید اونو کرفته من باشه بررسی كان ماما مشاني إنه خاطر صار كي عم بيشتغل. چاره؟ خب پس دیرو بیان سکل به بیان گفت که سکل نیم ساعت به کار دارم این نکنه که از این دیرو سکل بورده بخته و کو رفته بابا من گفتم به چاش تمنو برس میگو چه شما تی بروی تو بیاغلی شما چه بیاغلی؟ چرا میگه مردانگی نمیگن بابا کو میگه جا دوری میگه سکل تو نمیاره میگه دیگه میشه بس میشه مردانگی بگفته چه مثلا خوی سکل ماوی کوچی من نمیده اول سکل برای کویه سکل تو خوش کرده خوش که اونها برتر سنگا و توندا
گیلگی دارم نخم چه بیاقی تو آره تو سکیل بخیری دیگه بیر به کفتن هست نهید کنی خب من به سکیل نخردم که با کوه برم من با کوه چی کار میرم بابا تو میگه خود زن خورفته و نه دیگه خودی بگو نگفته سیک تو بچه خود نمو که گفته بزرلا به سکیل پنچر میشه خودی اون کن خوبه که تکار کرده چه؟ چی میفهم؟ خوب سیک تو حالا من چه کار کنم؟ حالا نمیاره چه کار میشه؟ خب با مال مردم جوانی میشه که بینه تحصیل کنم بیافه میگیرم همه چی کار میشه؟ با مال مردم جوانی میشه اما مردم جوانی میشه ها باشته نمیشه من میگه برو داری سکیل از من سیفی آره کنجا قیافه میگیره کار سکل خوش که دارم خدایی با قیافی هم نورونا میخوره اون سکل با قیافی میخوره نمیخوره من گفتم خود زن خب بوله خرد سوار شو برو و نه ما بگفتم یه درم و ما چی چرا مستقیم نرم پیش نوستفاده خب ما پیار ما خبرش که سکل با کو برده آنها ما برم راسته پیش بیام سکل با کو برده بله شاید میشه نه دیشه و هست میشه و کان داره چه یا مثلا این فرق ما کار غریبی از خود داره و تو کار خودی حالا نوستفاده جیسه کن من گفت به تو نمیگم که بعد تو بیایه اگه بعد تو همیه معمول برو به خونه خوشم زمان بیمیدم تو خودی کلی گنده خوب چرا سکیلی بدیدی خبر نداری که میلو من نرم پیانو داره سکله خب و پیار تو نمیفهمدی که میلو میره به عروسی اگه پیار میفهمد که با کو میره هیچ همونجا سکل هیچ نورونا میگه مرده و زنده مال شما قطع کرده میگه پیانو هستی بفهمیدی مال من همین زور میده این برای تو نورونا و پیانو گفته که من این سکل با کار دارم برفته با کو رفته با این مردونگی نیه حالا زنگی من از خود کار دارم زنگی بگو بیا دیگه زنگ میدونم دبلی یابده تو زنگ دیگه لکه دبلی یابده خوی من بیکارم که مردم بیام را سکیدم نباشه برو اگه میشه و نشت دادم شاید بسته که کفتی امکنی مثل که ما چون خیلی باشه با دفعه دیگه هم سکیل کارت و سکیل بند میشه تو چون سکیل خود بده خود دیگه بخی بود در سر که چی میزی بر نداره بخی بس در سکیل بخی برو سکیل تو باید میگو چه تاثیر بر نداره بده دل چینی بده تست برو او خصیت نیست چه بینی و مال مردم نمیشه ایشتا نمیشه قیافه که میگیره برای نیلیلا نیلیلا خود سکیل نگاه بره اما مردم نمیشه باید جمع میشه نظام کنم بیارده به سکیل خدا میدونه خوب دیگه کفن بگردن بیای جواب تو نمیدم کفن چه کارم اما شا گل ماندنم باور کو همی تا اعصاب ما خراب میارم از اون چرا؟ کمی کلی خوب بزنم به همی دوار که تو خدا نکنه چه کار شده چی گپه؟ دست همی خصوصوری تو اعصاب ما خرابه کدی خسیر بریمه گیله خصادیه چه کار کنم ماما جیگر دیگه همین نورالله میگم نورالله ها چه کار شده نورالله چه کار کرده؟ نورالله بیامد که کاکاشا گول همیش موتور خود بده که من نیم ساعت به کار دارم میرو تا جای پسور میگردم میام دیره صبح بزنه تا حال من معطل اینم نورده میگم برفته به کو رفته خود زن خود برفته اونجا به عروسی رفته به کجا رفته از دیرو صبح تا حال موتور شما ببرده با کو؟ بله کو رفتن که من خبر دارم که با کو رفته من خبر ندارم یعنی با مال مردم جوانی میشه نه ها خب به شما نگفته که ما با کو میرم نه فقط هم نیم ساعت ما به کار دارم همه مالت میارم خب شاید بیامده باشه دیگه میره بابا نماده عباس ما جگرخون کرده میگه بابا تو اجازه دادی این موتور رو بدادم بری و انا لگ برو از او بستو میگو رمزون با ساعت بعد تو نیاره همچم که موتور دادی چرا ندادی خصوصوریت هم هسته ما موتور خوب کار دارم ماما جیگر من صبح میرم به شهر میرم و سر کار میرم نماشون میایم تو مثل که بفهمیده که موتور من اگه ببره به دوشه و سشه نمیایه با اعصاب من خراب میشه به جنجال میشم موتور من نماده براده واقعیت من موتور خود به کوه نمیدم به دستی یکم هم هردم دومو خسوربوریم هم هست هم هردم به یک جای بره میایه موتور خوب بده یکم ماما جون نورالله خسوربوریم یک موتور سواری هم نیه با خدا دلبند موتور مندازونه به دستی بدی دیگه شما بدین که موتور صفر خوبه دادیم به دستی دادیم ما واقعیت
اما خوار از یاد بی تخمرغ چشم به چکیده باشه نمیدونم موتور خوب دست نورالله. میگو تو که دامادینی به تو موتور خو به دستی نمیدی میشتر شد که دادم. خب دیگه ما شاگل شما هم مثل که نفهمیدیم بیا اومده بستون خیره باشه میاد اگه این شب نه یعنی تو میگی به دوشه سشه نمیاره؟ خود دیرو ببرده تا حال کنه آماده شاید امشا هم بسته که مجلس به امرو بوده مجلسی که ما چون نمیفهم دختر خاله زنه نه به کو خسور نورالله کو به کو میشینه ما چون دختر خاله نه به منجگاه مجلس نه امرو مجلس بوده امرو چاشت ماما او که دیشب برفته به اینو بندونی رفته امرو مجلسه که یعنی امشا هم شاید منجگاه باشه صبح شاید هم صبح صبح تخت جمع کنیه یک اما مجامی گپ شما رو با مال مردم جوانی نمیشه حالا منطقه وسیله خوب به کار داره اما همین میگم که تو با مال مردم من جوانی خودم اون موتور با من موتوری نمیشه لاشی میاره با من شکار کنم بخیر دیگه فندیاتیشه به شما که موتور خوب دست کس نده بیاغلی کردم گپ کردم سلام علیکم. کجی جان اشتنی براره به خیر خیریات جان شما جوره پای قرار قراری فعلا هم نامونه کجا بیدی؟ یاری بگذار که 2 دقیقه بشینم که پامو درد میکنه بس دلنی الله امیت مونده شدم کجی جان امی رایم کمرتون خیلی دور بود که تا پا و دستم دیگه گفت کرد یک سراکم کو خومه سکل هم نه بود من نمیفهمیدم که چی رقم بده اونم می تو خوب بده اونم می را خدای مر مونده کرد دیگه به خاطر انتقال به حال نمودم میگم گفتم اگه یک دم شکل مکلی و کار داشتیم با ما هستیم خیر بریم خدا شما رو داشته باشه کجی جان شما کجا خوردارین دوست نزدیک منیم برارمه بیا جان باز بمی سوا پس سوا بخیر با خونه نوی میریم با بیا شکل به کار دارم دیگه عباس کو دیگه نمیده چری یک دفعه از بستم ما میام پیش شما دلنی الله بعد از اینکه پا مفتی اله کنی به مال مردم جوانی نمیشه هر وقتی کاریشونو به بخو پیدا کردیم وسیله کردیم به کیسی خو کردیم صدقله خو کردیم او وقت سرسر کنیم شاخ شمشاد بری بگردیم او وقت خانمزه میده نه که بریم به مال مردم جوانی کنیم بریم موتر منطقه بستونیم موتور بستونیم سویری کنیم بگیم باشه که ما به مال مردم جوانی کنیم به این رقم نمیشه های کجی جان به تو میگم های رفاقت ما و شما دیگه چی شد دیگه های به این دور زمانه رفاقت تا کیسی آدمه بفهمیدین وقتی که به کیسی آدمی چی نبود رفاقتی هم نیه برین دو خیریت شدیم یعنی برای شکل شما بیام نمیدین به خدا برای خر مردی نیاییم نمیدین شکل میدین برین کوکا به گپ مفت جرارین سر خور به میرقن لیش کردیم و به مال مردم جویلی کردیم برین کوکا برای کار خو گپ خداوند پاک تو موتر ندید یک شکل شکستی دادی بود اگه موتر میداد شاید رولم بند میکنی خدای پاک به ما مشکل بداده به شما که مشکل هم نداده شما لیاقت هم مشکل ندیده که به شما شکل کل ما به روز میکنه